سه حروف GDP رو همه جا میشنویم، از دهن رئیس جمهور، بانک مرکزی، خبرنگارها و خیلی های دیگه. این حروف مخفف شده تولید ناخالص داخلی هستند که به معنی ارزش روز کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور هست. میشه گفت یه جوری مثل برچسب قیمت بر روی بازدهی یک کشور هست که اندازه اقتصاد کشور رو نشون میده. قیمت روی برچسب با این فرمول تعیین میشه: C به اضافه G به اضافه I به اضافه NX مساوی تولید ناخالص داخلی که C همان مجموع مقدار مخارج مصرف کنندگان کشور هست. G مجموع مقدار مخارج دولت هست. I نشانگر مجموع مقدار مخارج کسب و کارها می باشد و NX هم صادرات خالص کشور، یعنی صادرات منهای واردات. عدد GDP عدد مهمی هست چون نشون میده که آیا اقتصاد کشوری در حال رشد و بزرگ شدنه یا در حال پسرفت و کوچک شدن. همچنین اطلاعات ارزشمندی هم میده که آیا معرفی یک محصول جدید به بازار یا ارتقای یک محصول موجود میتونه شاهد تقاضای خوبی باشه یا نه. و به این وسیله میتونیم اقتصاد کشورها رو با هم مقایسه کنیم که عملکرد کدام کشور بهتر خواهد بود. اما خب این یک فرمول بی‌نقصی نیست. از عدد GDP میتونیم سطح رفاه مردم کشوری رو هم بدونیم، چون وقتی کالاها و خدمات یک کشوری با ارزش‌تر میشه و GDP هم رشد میکنه، مردم کشور هم از رشد فعالیت‌های اقتصادی بهره مند میشن و درآمدشون هم زیاد میشه. به خاطر همین اطلاعات ارزشمند هست که این عدد یک مقیاس خوبی برای اندازه‌گیری سلامت اقتصاد کشورها به شمار میاد.